کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات ریاستش در ولایت مختار کوهستان بدخشان از پیدا شدن جسد یک مرد 58 ساله در ساحل دریای پنج خبر داد. بنا به این منبع این مرد ساکن دهه چاخکندیز جماعت دهات شیرینجان فنویه شغنان روز 2 سپتامبر سال 2022 با ماشینش به دریا سرازیر شده بود و جسدش را روز 21 سپتامبر پیدا کردند. حادثه آن روز تخمینا ساعت 13:45 رخ داده است و ماشین تمغه تویوتا که او را رانندگی میکرد به شرکت پامیر انرژی متعلق بود است. این ماشین در کیلومتر 567 دهه بونی جماعت دهات شیرینجان فنویه شغنان به دریا رفته بود. جستجوی جسد راننده مدت 11 روز ادامه داشت و بالاخره پیدا و به خویشاوندانش سپرده شد. گفته می شود در خبر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده اسم این نفر را نگفته است. سخن درباره جسد عبدالمحمد مرود محمدوف همسایه و دوست نزدیک پلکوونیک محمد باقروف معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی اعظم پرنفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان می رود. ژورنالیست مستقل زاده بدخشان انوره سرکارова خبر داده بود که عبدالمحمد روز 2 سپتامبر غیب زد و بعد چند ماشینش را از درون دریای پنج یافتند. او نوشت به احتمال زیاد او به خاطر آنکه حبس نشود خودکشی کرده است. انوره سرکارova با تکیه به شاهدان خبر داد که 3 روز قبل به نزد عبدالمحمد کارمندان میلیسیا آمده بودند. صبح 2 سپتامبر او با اهل خانواده‌اش خیر خوش کرده گفته است که این آخرین ملاقات ماست و با همین از خانه برآمده است. بعدتر عبدالمحمد به زوجه‌اش زنگ زده گفته است که خود را زنده به دست مقامات تسلیم نمی‌کند. خویشاوندانش بر اینند که او این سخنان را پیش از آن که با ماشینش به دریا پرد به زبان آورده است. خبر می‌دهد انوره سرکارova از عبدالمحمد مرود محمدوف زن و 4 فرزند باقی ماندند، ولی به دنبال هم دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه به خاطر حبس نشدن و خودکشی کردن مرود محمدوف را رد کردند. این دو نهاد حفظ حقوق گفتند که نسبت به عبدالمحمد مرود محمدوف یگان پرونده جنایتی باز نشده بود.